مبارک باد. باز کن پنجره را، نفسی تازه نما، تا بمانی شادان. آغازی نو، نوروز و گل چهره طبیعت کودکان جهان. پیامداری خورشید ماهی تو پرانتز متافیزیک، قطره قطره باران گستره جمع دیاران. نوید هر بهاری ای درخت پرگله سپیده مینیاتور. این درختی که عکسش بغل خونم همچون رویش موزون طبیعت نقش زمین آسمان هست. نفسی تازه کنم بر همرهی سبزبرگان و حشیت کاشانم. گلهای صورتی مانیولیا با تو میمانم. نمودی از دخترانم کاملیا کیانا. نمه هایم دفته تئودور آلبن. می سرایم نغمه های جان در نای و نوای بلبلان روحانگیز. در شادمانی های سالیان سالها میمانم. یعنی انسان مرگ نداره، به خاطری که اگر مجذوب حق باشه، یعنی همه رویش، همه ککاش برای رفاه بشریت. و نبض و قلبم ثبوت هر طلوعی و شفیق مهربانان را میپویم. قیامت فضای سینه سوده دلان را میدانم. هماره دلداری اطراگینی آیین و حمل و پروران را در تو میبینم. ای شهر عشق لیون، یادواره های چکه چکه قطره قطره های باران و باد. گنبد گردون آبی دریا دلان. درویش پیامبری زرتوش تو پرانتز نور اورانمزدا خدای یکتا. منطق پرانتز بسته آیین پارسایی فرهی حال و هوای حفظت و طلعت دیدار یاران. نصیب فرمدین مهر و عطرت مادران و پدران. ایران پیونده جاودانگی ها. تو بمان تو بمان تو بمان. تنها با دقت نظری میتوان معنا و مفهوم عبودیت و مقام شامخ خلیفت اللهی انسان را بدون هیچ گونه ضایعه، فاجعه و تفرقه ایجاد شده از انفکاک‌ادیان را بر ستودن و پرستش از قدرت لایتنها، یعنی خورشید ماهی متافیزیک، در مفاهیم عمیق فیلسوفی و فلسفه و حکمت سرنشینان همه سیاره زمین را در تعاقب ها بیاورد و آن هم عشق الوهیت یا هم حمل و پروری است که بی‌تردید در ضمیر همه انسان ها آتش اشتیاق نهفته است که علما و عملا نیز به امروزه عصر تا به امروزه عصر فضا ثابت شده که شعور فطری ضمیمه نخواهد است. همانا تعالیم آیین زرتشت می باشد که 7 قرن قبل از میلاد مسیح آیین ایرانیان بوده و سرمنشأ تمامی ادیان الهی است که به جا مانده اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک و مسیحای مجرد نیز همه اصول و همین اصول را بیان داشته که در انسان را در شعف دل میتوان شناخت و در دین اسلام هم اساس اعتقاد سلمت و آگاهی است. یعنی اصلا اسلام یعنی سلمت و آگاهی که در یک خط، که در یک به تاپ سروده و آن هم این که شبان وادی ایمن گهین صد مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کنه. شعیب پیغمبری نابینا بود که موسی کلیم الله ازش پذیرایی کرد و به خاطر محبتش به رسالت موکول شد و فردوسی نیز تفرقه و یأس را جلول ابلیس دانسته که چنین سروده: نبی آفتاب سهامان شما و هم بستن یکدیگر راز را. و حاطب اصفهانی نیز عارف نامی یادی دارد که به جان آده گر به اقلیم عشق رویاری همه عالم گلستان بینی و دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در ریان بینی. و مولانا نیز میگوید هر که از خورشید باشد پرشر قوت دانش ها
نجوید دست کرد. یعنی اساس قدرت لایتناها حبرک تجزای خورشید نور خداست که میشه نور اهورامزدا، یعنی نور باری تعالی، یا به عبارتی دیگه و هو العلی العظیم لا اکراه فی الدین. این هم قانون اسلام آیت الکرسی، همه بر اساس یک کلیت بوده، بر یک کلیت هم باید شریعت رفاهشو در عصر فضا ببینه. در حقیقت انشالله موفق باشید. مرسی.